سلام علیکم دوستان، ایشه هستین خوبه؟ ما بیام نمیخوره یک ویدیوی جدید دیگه. خیال دارم. یک سلام گرمی هم از طرف ما به شما دوستان عزیز. خیلی خوش آمدیم به این ویدیو جدید ما. کسرا جان سلام همگی. دوستان ما بیام نمیخوره یک ویدیو جدید دیگه. قبل از اینکه من برای شما بگم ویدیو ما در مورد چینه، دوستان بریم لایک کامنت سابسکرایب یاد شما نره. این پای سایت میذارم انمیجیگا میذارم، بریم داخل اونجا تنبلی نکنیم، بریم لایک بکنیم کامنت بذاریم ما رو فالو کنیم، زنگوله هم بزنین که هر دفعه برای شما ویدیو جدید میذاریم شما بیاین ببینید. دوستان امروز ما بیامونه بخره یک ویدیو چالنجی که قرار است که ما بریم به اندازه 100 کرون برای هر نفر ما خرید کنیم. یعنی کسرا جان قراره که برم برای من خرید کنم، من قرار برم برای کسرا جان فقط خرید کنم، نه برای سارا جان، فقط برای کسرا. دوستا بعد میریم که باز ویدیو رو ببینیم. داخل موقع خرید کردن هم چیز برای شما میذاریم که چی رقم خرید میکنه، قیمت ها چندیه، دم آخر هم رسید برای شما میذاریم. ادامه ویدیو رو میریم به داخل دلار استور. اینجا یک دونه فروشگاه بزرگ است به نام دلار استور، میریم داخل از اون میبینیم که چی رقم خرید میکنه. با ما باشیم دوستا، جداگانه میریم. ما و کسرا جان با هم دیگه میریم، پدرام جان تنهایی میره. یاد شما همراه ما نره باشید. لایک کامنت سابسکرایب یاد شما نره دوستا، میریم که ببینیم. دوستان بیاین خدا بریم یک چرخ بردیم اول. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم که برای پدرام جان بگیریم. کسرا جان نظر تو چی بگیریم برای بابا؟ نمیدونم، بیا پیدا کن چی دوست داره. بریم ببینیم. دوستان عزیز، پدرام خیلی علاقه به عطر داره، ولی حالا نگاه میکنیم چه کنیم بوهای مورد علاقه از او پیدا میکنیم یا نه. میبینیم میریم تران کنیم ببینیم. اینا که اینجا گذاشته تستره، میتونین بو کنه. قیمت های مناسب 50 کرون 60 کرون با این پولی که ما داریم میرسه که بخریم. بو از این خوبه. کسا جان نظر شما چیه؟ بو کن. خوبه. خوبه؟ آره. حالا میریم که ببینیم، بریم جا دیگه هم نگاه کنیم چیز دیگه پیدا میکنیم یا نه. بریم که ببینیم. اومدیم اینجا هم بخش مردونه وسیله مردونه داره. سعی میکنیم دنبال ماسک صورتمه اینجا پیدا کردم، چون پدرام خیلی علاقه به ماسک صورت هم داره. نوشته برای مردا علاقه به ماسک صورت داره. تمام ماسک های پدرام خلاص کرده. برای ماسک بگیرم که کام استفاده نکنه. یک بخش مختلفی نشون میدم شما ببینید. اینجا زیاد به درد پدرام نمیخوره. بریم ببینیم چی پیدا میکنه. بیاین همراه ما باشین. اینجا که میبینیم بخش وسایل آشپزخونیه که به درد ما نمیخوره. ما اینجا میریم بیرون. میریم ببینیم بخش وسایل ورزشی پیدا میکنیم یا نه. فکر کنم اونجا چیزی باید پدرام هست یا نه. اونجا هستش پسرم. اینجا برام میبینید که تمام وسایل کریسمس رو بیاوردن. چیز دیگه همش به کریسمس نمونده. ما عاشق کریسمس اونها که خوشگل میشن همه جا. وسایل کریسمسی میارن، همه جا خیابونا روشن میشه. خیلی قشنگه. سوال خوبی دارم. فکر کنید چیزای خوشگلی داره که اینا به درخت کریسمس وصل میکنن. دست نگاه کن. دست پلی‌استیشن داره. خیلی واقعا خوشگله. تراکتور کسا. خوشگله. اما مورد علاقه ترین بخش کسرا جان. میبریم ببینیم. کسرا بیا. همین که میبینیم ما هر دفعه اینجا میایم کسرا جان اینجا به زور بدم میکنه. دل کسرا جان باشه تمام اینا مایه. چی کسرا جان؟ چی؟ ما امروز برای بابا میخوایم خرید کنیم کسرا جان. چی شد؟ بخش ورزشی اینجا پیدا کردیم و اینکه مشکل اینه که پدرام بیشتر اینا خونه داره. فکر میکنم اما عطر گزینه بهتره باشه. فکر کنم یه چیز خوبی پیدا کردم. پدرام چند وقت ریش گذاشته
و تصمیمی هست که ریش خوب سر بلند شه و این گزینه فکر کنم خوبه باشه بذار ریشه برای فکر کنم این روغن نه این هم ژل شستشو ریشه نه بریم بخش خوراکی های ببینیم خوردنی چی پیدا میکنه ببینیم دوره اومده به بخش پاستیل‌های مختلفی و بیام نشون دادم اینجا بخش مورد علاقه کسرا جان دیگه این پاستیل‌های مختلفا داره اونایی که مثلا بچه‌ها خیلی دوست دارن اینجا بخش بیسکویت میسکویت که بدون بیسکویت زیاد علاقه نداره کسرا جان بچه من نظرم خوبه که بیا کافه بگیرین ای کاپوچینو بگیرین کسرا نظرت چیه دوستان از کاپوچینو میگیریم چون بدون خیلی علاقه به کافه و نسکافه و چیزا داره صبح همیشه میخوره روزینه خوبیه دوستان اینا شده یک دونه ماسک صورت خریدم بده یک دونه پک خریدم بده ریشیو و این کاپوچینو بریم که حساب کنیم امروز شانس ما چیز سر به شروع هم کنیم کسرا جان برای خود کنه خوری بدیشه جای تعجب کسرا جان چیزا نداره اینجا بدشه اگه نه پاپون شکلاتی گرفته حالا میگه چیز کس نشه و بخورم فکر میشن نوبت منه که بیان خرید کنم سعی کنیم ما چی بگیرم مال به خدا همون اینجا قیامت دوستان و قرآن چی بگیرم ما برای ازی ما دوستا کسا خوراکی خیلی خوشتر بیایم بریم خرید خوراکی هم این دلارستان امروز ما تبلیغ میکنیم بیا چیز کنه به صفحه ما بیا پول تبلیغات ما بده بیا بریم سعی کنه بیا کم اگه سریعتر یعنی دوستا 2 ساعت اینا برفتن یک چیز من بگیرم خب ما گفتیم سعی کنه اندازه 100 کرون بگیریم این 100 کرون بیشتر نشه برای شما تو بیاین سعی کنه یک چیز بگیریم که به جالب من باشه که تو اینا قشنگه از این اسکیت بورد اینا قشنگه اینا سعی کنه 30 کرون دوستا یک دونه از این بیبر میدارم دوستان یک دونه نوشیدنی هست اسم پرایمه بچه‌ها اینجا خیلی دوست دارن بیاین تورم اکسل بکنین سعی کنیم اینجا داره بیا 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 دوستا یک گودیسای هست که خیلی خوش داره اینا دوستا خیلی مزه میده این یک دونه پاستیلای خوب خوشمزه نداره دوستان اینجا پرایم نداره هرچی میگردون ولی دوستا سعی کنیم من خریدم 30 کرون دو تا از اینا خریدم به 30 کرون شده 60 کرون یک دونه از این نوشیدنی هم به این ور میدارم اینا هم هست به پارتی درینک بان به این میگم چی میگن برای بچه برای جشن بچه ها اینا خوشمزه فکر کنم که دوستش شاید هم این مینیمون بگیرم یا این چیزی بگیرم نظرت چیه این بردارم یا این بردارم دوستا این بردارم تم از این نوشته پارتی درینک دیگه یوریستی گورد نه نوشته دیگه چیه دوستا برفتن اسمارک هم نگاه میکنن چی هسته ویندروا ای چیزه مال چی میگن انگور یه بریم فکر کنم دوستان چند نمیشه فکر کنم دقیقا 100 کرون شده یعنی کال برای کسرا یعنی که برای کسرا یواشکی بزن داخل موتر شیشته دوستا ما بیامدیم خریدا خلاص کردیم بیامدیم بشیشتیم باور کن دوستا که من هنوز خریدا ندیدم سارا جانم هنوز ندیده که من چی خریدم منتها یک چیزی به شما بگم دوستا همین سارا جان من داخل این بازی نبوده برفت در پیش خود من بخو خرید شده این کارم با شده
نه شده اینا دیگه. گفت رفتم به قوز آقایی که هم رفتم به دامجان خرید کردم به دامجان رفتم به کساجان خرید کردم من اینجا بمونم بی خرید من رفتم خود من 100 کرون خرید کردم خلاص دیگه. الان دوستا یک خریدار بده میکنه. اول کی شروع میکنه؟ اول شروع میکنم. شروع کنم بریم سکن چی خریدیم دیگه. خب باور کن دوستا هنوز ندیدم هیچ کدومه. شروع میکنیم اول خده دیدی چی؟ اسب چیه؟ آها دوستانی یک دونه مثل اینکه بهشون نشوندم باز کنم. سیبیل بزرگ میشه. این یک دونه ریشه. ریشه مثلا که شستشوی باشه، یعنی نه تو او هم چیزی یک بکنم. روغن اینه یک روغن ریش یک دونه ما شستشوی عجیب چیز به خدا گرفته لازم هم داشتم. گفتم که به دامجاش ریش کوشته لازم داره فکر کنی این هم روغنی. این هم روغنی. میتونم رو کنم؟ نه اشتن نکن جان. خوش کردی. خوش کردی آه دست شما درد نکنه. خیلی آره. خوبه. الان نوبت منه باشه. بعدی نه نیست خوبش داره سکن. بعدی تو کو بیا سکن چیه؟ و بعدی هست یک ماسک صورته که دیگه کامل استفاده نکنی. دوستان یک چیزی رو بگم ما عاشق ماکس صورت و این چیزا واقعا خیلی دوست دارم. خیلی بینه برادران خیلی بینه خلاص کرده خیلی بینه تشکر کترو جان. و آخری هست خوردنی خیلی آخری کافی. یک دونه کاپوچینوه جان صبحانه خوش داره ما همیشه بخوره عشق کافه کاپوچینوه. این من دیسو صبحانه البته قبلش کاپوچینوست. شکم البته هنوز که صبحانه نخوردم خیلی دوست دارم. البته وقتی که اومدم به اروپا اینطوری که شده قبلا نبود. من چی رقم این خاک اروپا ما رو بگرفته مگر یک لیوان کافه قبل صبحانه همیشه بخورم دیگه. تشکر خیلی هم خوب عالی. عشق الان خیلی خوب بودن. الان میرن که اونایی که برای کسرجان بخریدم واسه باشه ما به شما بگم قیمت های و تازه کم 100 کرون هم نشده. فکر کن دوستا 100 کرون یعنی به پول آلمانی بگم میشه 10 یورو. به کسایی که به ایران زندگی میکنن تقریبا میشه 440,000 تومان. اینا همین روغن ریش و ژل و این ماکس و خرمی کاپوچینو شده تقریبا 440,000 تومان. ولی بازم خیلی خوب شده نسبت به این جیگا قیمتی چون من حساب میکنم خیلی خوب شده. خب الان من برم به همین قیمتی که اینا خریدن من نشون میدم که سکن چی خریدم. البته من فقط یک کسرو خریدم دیگه هیچ چرا من خود به خود خریدم. بله. خب اولین چیزی که خریدم دوستان پاستیله. کسوجان این پاستیلا خیلی خوش داره. اینا چیپس بوده تنده خودماتر بوده. من هر هفته البته من اینا خوش دارم به خاطر هم بگیریم. خب یکی بعدی چی خوبه باز کن. اینا یوتیوب دیگه باشتا این بار تو اینجا میخوام شما نگاه کنید. آره همینجوریه. اینا اسکیت بورد خریدم دوستایی از اسکیت بوردایی که کوچولو همراه دست بچه‌ها خرید بازی میکنن داخل یوتیوب خیلی اینجا بچه‌ها اینا نگاه میکنن. دوست داری؟ حالا باش بعد ویدیو نگاه کن. و آخری باشه که بعد کنه بهشون نشوندم دوستا. درررن یک دونه نوشیدنی دوستا. خوشو گفت دست بابا باز نکنه مثل لاوا بیاد. دوستا این هم یک دونه نوشیدنیه که مال بچه‌ها طعم انگور داره و برای پارتی و این تو چیزا برای بچه‌هایی که خود وقتی که پارتی میگیرن به عنوان نوشیدنی اینا رو به اینا میدن. دیسکوه یه ایبلند اینطوری خواننده. آره میدونم دیگه. آره بعد شما من خیلی داخ نشون میدم شما. بله خاصه که بازی نباشه از کجا میره بخو خرید کنه؟ چری من 100 تا چیز بخریدم. خب سب قبل از اینکه نشید دوستا یک چیزی بهشون میگم دوستا خرید چوبی هم بالا سر شما
همین لایک و کامنت و سابسکرایب یاد شما نره دیگه. همین پنجر بزنین دیگه، ما رو حمایت کنین که برای شما ویدیو جدیدی بیاریم جنجالی‌تر، قشنگتر، بی‌ترتر برای شما بتونیم. ما هم انرژی میگیریم از انرژی که شما برای ما میدین از طریق سابسکرایب و لایک و کامنت. یاد شما نره. راستی ویدیو قبلی هم کمک صدای خراب بود دیگه، بخشش باشه دن که آپلود میکردیم صدای خراب شد. بریم دیگه یاد شما نره. سابسکرایب، لایک، کامنت نمی زیر میذارم قراره اکادمی انمیجیگا بزنین سابسکرایب کنین دوستان. این هم از وسایل همه مثلا چی خریده رنگمون مامان؟ خیلی به خود خوب چی دیگه؟ و یک دونه از این اسپرای موه که برای وقتی که سشوار میکشی باید قبل بزنی که مو نسوزه. بله. بله. مثلا و یک دونه تافته موی. این تافته من میتونم بزنم؟ نه. خیلی. به خود خوب. خب یکی رد میبینی نمیشه سابسکرایب میزنی تو سابسکرایبه. گوش بدیم سعی کنیم چی الان میگه. آره دوستان امیدوارم از این ویدیو امروز ما خوش شما آماده باشه دوستان. تقریبا خیلی طول کشید این ویدیو، یعنی زمان من رفتم خرید کردم باز پدرام جان رفته خرید کرده باز زمان آماده زیاده میکنه. گرفت خداییش. یعنی من از ساعت 12 برفتم حالا ساعت 4 و نیمه یک سره این تو در حال خرید بودیم. میکروفونا شارژی تمام شد، با برفتیم شارژ زدیم با دوباره بیانیم، یعنی زحمت خیلی داره. هنوزم بمونده الان ساعت 4 و نیم هنوز بمونده ما باید ویدیو تمام کنیم، باز دوباره تدوین کنیم، باز بذاریم داخل کانال یوتیوب. امیدوارم دوستان از این یوتیوب از این ویدیو ما خوشم آماده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یاد شما نره. انشالله بخیر هفته آینده ما با ویدیو خیلی خیلی بی‌ترتر میایم خدمت شما. میبوسیم شما. خداحافظ دوستان. خداحافظ. کبابم میکنیم امروز. خداحافظ دوستان. خداحافظ. خداحافظ. همگی.